پیامبر صلی الله علیه و سلام صحابگانی که اومده میگویند من تمام شب خواب نمیکنم و تمام سال روزه میدارم و اصلا زن نمیگیرم، مذمت میکنن، میگن من تقوادارترین شما هستم، من هم خانه‌دار میشوم، هم شب رو خواب میکنم، هم روزه هم میگیرم و روزه هم رو افطار هم میکنم، یعنی این سنت های من است. و بعضی ها از راهی یعنی از حد سختگیری داخل می شود. شما میبینید که یک خواهر مسلمان از حد دین رو به خود سخت میگیرد و حتی که اینقدر دور و دراز نماز میخواند که به همسایه و به مهمان و حتی به پدر و مادرش اهمیت نمیدهد، یعنی از حد سختگیری. یا بعضی ها اینقدر به خود دین رو سخت میگیرند که به جز خود دیگه همه رو میگن این یک بی تقوا هست، این یک بی ایمان است. یعنی از راهی افراط، یعنی از حد سختگیری داخل شدن هم چی است؟ این راهی شیطان است که خود